سرخط خبرها. آخرین تحولات در خاروق. مقامات گفتند 5 کارمند نیازهای قدرتی زخمدار شدند. تجمع ده‌ها زاده بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در روسیه. و دوشنبه از مسکو خواسته است که قضیه مهاجران را در ایرکوتسک همه‌جانبه تحقیق کند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 26 نوامبر است. ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان خبر داد که روز 25 نوامبر در جریان بی‌ترتیبی‌ها در شهر خاروق 5 کارمند نهادهای قدرتی شدیداً زخمدار شدند. مناقشه جوانان اعتراضگر و کارمندان نهادهای قدرتی دیروز در نزد بینای حکومت شهر خاروق به عمل آمده است. مقامات طریق تلویزیون بدخشان اعلان کردند که در این مناقشه 5 کارمند نهادهای قدرتی جراحت وزن جسمانی برداشتند. 3 نفر آنها کارمندان ریاست امنیت ولایت، یک کارمند پلیس و یک کارمند دادستانی بودند. مقامات از ساکنان خواستند در عملهای غیرقانونی شرکت نکنند، ولی طبق معلومات منابع حالا هم تظاهرات ساکنان ادامه دارد. روز 25 نوامبر ده‌ها ساکن شهر خاروق و ناحیه رشقله نیز در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تظاهرات کردند. آنها تابوت گلبدین زیابکوف را با خود به نزد حکومت محلی آورده خواهان بازداشت و مجازات سببکاران مرگ او شدند. با گفته منبع‌های معتمد زیابکوف نیمه روز 25 نوامبر در جریان عملیات مقامات کشته شده است. نهادهای قدرتی گذراندن عملیات برای بازداشت زیابکوف را تصدیق کردند، ولی تنها زخمی شدن او را ذکر کردند. ریاست کمیته امنیت شام 25 نوامبر طریق تلویزیون بدخشان گفت گلبدین زیابکوف ماه فوریه سال گذشته یاردمچی دادستان ناحیه رشقله را گروگان گرفته به داخل جنگل برده لتوکوب کرده است و بعدا او را به نوار گرفته است. نوار بازپرسی یاردمچی دادستان از سوی گروه از جوانان پیشتر در شبکه‌های اجتماعی پهن شده بود. این در حالی است که به نقل یک ساکن رشقله، گلبدین زیابکوف و چند نفر دیگر کارمند دادستانی ناحیه رشقله را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی گوشمال داده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف مسئله را آرام کرده بود. پروکورور در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. طبق آخرین خبرها از شهر خاروق دیشب هم تظاهرات مردم در نزد بینای حکومت ولایت دوام داشته است. فعلا علاقه با شهر خاروق مشکل است. در گزارش تلویزیون بدخشان که شام 25 نوامبر پخش شد تنها درباره زخمی شدن 5 کارمند نهادهای قدرتی گفته شده است، ولی طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم صبح امروز مرادبکوف گلنظر ساکن ناحیه رشقله که وقتی عملیات ضد گلبدین زیابکوف زخمی شده بود در بیمارخانه درگذشته است. تا این لحظه 3 ساکن ولایت بدخشان گلبدین زیابکوف، مرادبک گلنظر و امیرشریف توتیشاه جان باختند. مقامات تا حال درباره هلاکت این 3 نفر چیزی نگفتند. ضمناً بیش از 100 نفر از بدخشانیان مقیم روسیه شام 25 نوامبر با نشان اعتراض در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تجمع کردند. آنها از عملیات مقامات قدرتی تاجیکستان در منطقه ناراضی هستند که در پی آن روز 25 نوامبر یک ساکن رشقله کشته شده است. یکی از اعتراضگران در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو به ذکر نامش به رده آزادی گفت آنها از حکومت طلب دارند که ارتباط را با ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار کرده عاملان مرگ ساکن رشقله را جزا دهند. با گفته آنها پس از سر زدن حادثه ارتباط با بدخشان قطع شده است و اینترنت و سیم کارت های تلفن های موبیلی کار نمی‌کنند. نمایندگان اعتراضگران شب گذشته با دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه ملاقات کردند. آرز وزیربکوف یک از نمایندگان اعتراضگران که در واخوری با سفیر شرکت داشت به رده آزادی گفت گفتگوی آنها با گل محمدزاده قریب 2 ساعت دوام کرد، ولی آنها هیچ پاسخ روشن از سفیر دریافت نکردند. به این خاطر اعتراضگران گفتند به نمایش اعتراضی خود دوام می‌دهند. تظاهر کنندگان در یک مراجعه خطی هم طلب‌های خود را به سفارت فرستادند. نزدیکان یک ساکن ولایت سوخت از شکنجه شدن فرزندشان در اداره پلیس شکایت دارند. مقامات جمشید جمعه‌زاده را به معامله غیرقانونی مواد مخدر متهم می‌کنند، ولی نزدیکانش به این اتهام راضی نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش فرزان محمدی از شهر خوجند. جمشید جمعه‌زاده جوانی را که به ادعای مادرش در پی شکنجه مأموران بازداشتگاه شهر خوجند به بیماری گرفتار شده بود، دادگاه به 5 سال زندان محکوم کرده است. این حکم را دادرس شهر گلستان آخر تابستان صادر کرده است، ولی نزدیکانش چند پیش نسخه آن را در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
بنا به حکم دادگاه، جمعه‌زاده از روی ماده معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار مجرم شناخته شده و 5 سال در محبس نظامش پرزور ادای جزا خواهد کرد. ولی پیوندانش قسماً به حکم دادرس راضی نیستند. جمعه‌گل جمعه و مادر جوان زندانی شده میگوید هرچند فرزندش جنایت صادر کرده باشد هم ولی باید وضع صحتی او را دادرس به اینابت میگرفت. فرزند من که صاحب 2 فرزند است که بیماری روحی دارد، آینده وقتی که از محبس میبراید برای فرزندانش پدری سالم لازم است. برای من فرزند سالم. برای همین از شما التماس و خواهش میکنم فرزند مرا به محبس نظامی سبکتر گذرانید و او که به طبابت نیاز دارد و از طبیبان خواهش میکنم فرزند مرا در نظارت خود گیرند. جمعه‌گل جمعه و حالا به حیث فراش در یکی از آموزشگاه‌های طبی شهر خانتی-مانسیسک فدراسیون روسیه مهاجر مهنتی است. به قول خودش به سبب وضعیت بدی مولوی نتوانست در مرافعه آخرین فرزندش اشتراک کند و نسبت حکم دادرس به زینه‌های بالایی شکایت برد. ولی قبلا پس از چند روز بازداشت پسرش به رادیو آزادی گفته بود که پسرش را کارمندان بازداشتگاه شکنجه کرده و تا به حالت بیماری رسانیدند. مرا موندن در آمدم حقانه کاشای پسری من تراشیدگی بدن، کندگی بدن، موهای سرش کندگی بدن، کاشویش نو یکتا برآمدگی بدن. وقتی که من پرسیدم برای چی توی خیلی شدی و همه خیلی مرا عذاب شکنجه بسیار دادن. گفت کارگرای مقامات سرم در زمین 100 بار زد. گفت یک اوپر انا کاشهایم را گفت خودشان همه خیلی کردن. وقتی که دوباره من وا خوردم قطعی پسرم الکای وای گفت که کاشویم رو من خودم تراشیدم برای اینکه وای رو الکای ترسوندگی بدن. مادر جمشید جمعه‌زاده نسبت این عمل کارمندان بازداشتگاه تا به رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نامه شکایتی ارسال کرده و خواهان رسیدگی به این مشکلاتش گردیده بود. ولی مقامات کارهای داخله و دادستانی ولایت سوخت این ادعای مادر جمشید جمعه‌زاده را به اساس می‌دانند. در تاجیکستان برای شکنجه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما پرونده ها با اتهام شکنجه بسیار کم است. حقوق شناسان میگویند کم شدن مراجعت به معنی بهتر شدن وضع نیست. تاجیکستان از روسیه خواسته است که قضیه وابسته به مهاجران تاجیک را در ولایت ایرکوتسک همه جانبه تحقیق کند. این موضوع در صحبت تلفنی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهردین و همتای روسش سرگئی لاوروف روز 25 نوامبر مطرح شده است. وزیران به توافق رسیدند که قضیه مذکور را تحت نظارت مخصوص وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه قرار دهند. گفته شده است در خبرنامه رسمی. این در حالی است که پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند هیئت سفارت تاجیکستان 2 روز باز برای صحبت با مقامات ایرکوتسک موفق شدن نمیتواند. شب 12 نوامبر واگن زیست مهاجران را در دهه زلری ولایت ایرکوتسک آتش زدند. در نتیجه نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سراج‌الدین گلزاده 19 ساله ساکنان ناحیه فیض‌آبادی تاجیکستان هلاک شدند. مقامات روسیه در اول ساکنان محلی را گمان بر می‌دانستند چون همان روز میان آنها و مهاجران مناقشه لفظی شده است. ولی دیرتر مهاجران تاجیک قربانمند صادقوف و دلیر حسنوف را با گمان قصد کشتار و جمعبای اسکندرов را با گمان اوباشی بازداشت کردند. نزدیکان آنها راضی نیستند. همه ساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت میروند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 نوامبر را فرا میگیرد. 26 ноябри соли 2015 мақомоти душанбе гуфтанд герб ё нишони давлатии собиқ ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон ки дар хиёбони рӯдакӣ ва дар шафати бинои парлумон воқеъ аст барканда мешавад. сутуне бо баландии 22 метр солҳои 1940 ба муносибати 20-солагии таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон бунёд гардида рамзи ҳукумати шӯравӣ дар тоҷикистон буд. ин рамз ҳам дар доираи генплан ё тарҳи бозсозии симон шаҳри душанбе ки аз оғоз баҳсбарангез будааст аз байн бардошта шуд. 26 ноябри соли 2010 мақомоти русия гуфтанд боҷи гумрукии сӯзишвориеро бекор мекунанд ки аз русия ба тоҷикистон ворид мешавад. шарти интиқоли сӯзишворӣ ба тоҷикистон истифодаи он дар бозори дохилӣ ва манъи фурӯши он ба кишвари севум мебошад. соле ба тоҷикистон ва асосан аз русия беш аз
500,000 تن بنزین و سوزشواری دیزلی وارد می شود که شرکت گازپروم منوپولیست کلان این ساحه به حساب می رود. 26 نوامبر سال 1946 زادروزی هنرپیشه تئاتر و سینما تقای مراد رازیقов است. سالیانی دراز در تئاتر جوانان شهر دوشنبه کار کرده است. سالهای شوروی چندین بار نقش سیاسی دوحی بلشویکو ولادیمیر لنین را بازیده است. برای دایره وسیع تماشابینان از روی نقش‌هایش در اسپکتاکل‌های تلویزیونی و فیلم‌های من گناهکارم، در آرزوی پدر، نیسا و غیره آشنا می‌باشد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در تاجیکستان کمی پست شده است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سوم و 70 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد مثل دیروزه به 1129 سوم و 39 درم برابر است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. شما همیشه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدار.